به نام یگانه خالق عشق و آگاهی. سلام بر رهروان نور و آگاهی. دوستان عزیز، امروز یه انرژی خوانی متفاوتی داریم که از کارهای مربوط به احساسات و کیس عاطفی و به اصطلاح پیام فرشتگان و احساساتی که فقط پارتنر مقابل شما ازش بی‌خبرید، یعنی یه جور ذهن خوانی کیس احساسیتون رو انشالله به امید خدا داریم. من اول یه سری پاکسازی کردم کارتا رو، دوباره پاکسازی میکنم. حالا این بود که هست دوباره با دارچین پاکسازی میکنم. و انرژی که ما از این سنگا میگیریم، سنگای 7 چاکرا، اینا همه پاکسازی شدن، به همین کمک میکنه که انرژی های ماورایی رو و شهودی رو به صورت پیام‌آور شما عزیزان انتقال بدن. سلام خدا. این کارتاش چیدن، لطفاً نفس عمیق بکشید. نام کیس احساسیتون رو یا پارتنرتون رو 3 بار زیر لب تکرار کنید. دستتون رو روی قلبتون بذارید و با من همسویی کنید توی این انرژی خوانی. لطفاً با من بگید به اذن خداوند از کائنات و فرشتگان الهی و اساتید مقرب درخواست میکنم پیام های خود را به وسیله این کارتا به صورت شفاف و روشن به من بگید و با من همسویی کنید با این کارتا. عزیزان، هر کسی که انرژی بیشتری بفرسته روی این کارتا، روی این همسوی انرژی غالب میشه و به اصطلاح پیشگویی ها برای و انرژی خوانی ها برای اون شخص بیشتر صحیح در میاد. پس این خیلی مهمه که شما باید توی قدرت ارسال این انرژی ها به من قوی باشید تا پیامی که قرار به گوش و دل و جان شما برسه صحیح باشه. ضمناً یادآوری بکنم که این انرژی خوانی به صورت عمومیه و اگه کسی به صورت دقیق بخواد در مورد کیس مورد نظرش به اصطلاح ذهن خوانی، زمینه ناخودآگاهش، آینده روابطش و اینکه صلاح هست این رابطه ادامه بدید یا نه، میتونه با من در آیدی تلگرامم به نام @نیروانا رسید و من خودم شخصا پیامهای شما رسیدگی میکنم و نوبت میذارم و انرژی خوانیاتون رو به صورت در روز 4 پس انجام میدم، چون حرفایی که برای انرژی خوانی مفید نیست، کارهایی که حتما باید تاریخ سعد باشه و در عقب نباشه. انرژی های سیارات برای زمین به صورت ایکوال باشن و خدای نکرده از زمین حاکم نباشه. توی انرژی خوانی این مسائل کیهانی و آسترولوژی بسیار مهمه. از شما دوستان عزیز خواهش می‌کنم قبل از شروع این انرژی خوانی با من همسویی کنید. عدد 267 رو کد کیهانی مخصوص این انرژی این کارتاش رو برای من کامنت کنید، لایک‌های قشنگتون رو بگذارید و در صورت راضی بودن از این انرژی خوانی این کانال رو سابسکرایب کنید تا من بتونم این کار رو ادامه بدم و در خدمتتون باشم. ممنون میشم عزیزان.
خب حالا شروع میکنیم. اول با یه سری کارتای مخصوص تاروت که کارتای جیپسی هستن کنیم به رو میزنیم. آماده هستید؟ یه سری از شما ممکنه که در حالت کات باشید، یه سری از شما ممکنه زن شوهر باشید، یه سری از شما ممکنه کرش باشید. این انرژی خوانی در مورد همه شما 3 و میگم انرژی ها پیام هایی که دریافت کنید بستگی به انرژی غالب داره. پس ببین برزنان کارت های من همچنان همسوی بفرمایید و انرژی های قوی و قشنگتون رو روی این کارت ها بفرستید تا جواب سعیشتری برای شما داده بشه. استفاده میکنید کارت بعدی کارت های لنورمال هستن که کارت بسیار جذابی برای انرژی خوانی کیس احساسی به خصوص بسیار قشنگ جواب میده و تکمیل کننده کارت های جیپسی هستن. من فرشته نگهبان خودشونو بدونن. هر کسی فرشته نگهبان خاص خودشو داره لطفا به آیدی من در تلگرام میدوانا 267 پیام بدید تا انرژی ها تا من بتونم به وسیله یه سری اطلاعاتی که از شما میگیرم فرشته نگهبانتون رو پیدا کنم که هر دفعه که خواستین ارتباط برقرار کنید نام اختصاصی فرشته خودتون رو صدا بزنید. اینم یه کافه احساسیه که بازم تصمیم کننده این کارت برای مهر تایید برای این پیام هایی که از کائنات برای شما داده میشه. آخرین دست کارت های پیام فرشتگان هست به شما که انرژی های بسیار قوی دارن، خصوصا اگر فرشته نگهبان خودتون رو داشته باشید اسمش رو و اینکه باش ارتباط برقرار کنید، صدا بزنید. پیاماتون رو به واسه این کارت ها بدید.
توضیحاتش رو خدمتتون میدم. سپس از کارت‌های راهنمامون برای ذهن خوانی کیس عاطفیتون وسط انرژی خوانی ها کمک در ساعت سوال. دوست داره کنترلگر باشه، دوست داره قدرت دست خودش باشه، دوست داره خودش تصمیم بگیره. یه مقدار این خصوصیات بیشتر به عنصر آتشی یا ارتباط داده میشه. اونایی که عنصر آتش هستن بیشتر صدق میکنه، یعنی فروردین و مرداد و آذر. ولی در این حالی که مغروره، دل مهربونی داره، دل بسیار مهربونی داره، ولی خیلی احساس تنهایی میکنه و این رابطه رو بیشتر به خاطر اینکه از تنهایی در بیاد با شما ایجاد کرده و شروع کرده و به خاطر حالا ممکنه اون علاقه بعد به وجود بیاد، ولی الان به خاطر پر کردن تنهایی این کار. و رابطه جنسی، یعنی میخواد رابطه جنسی هم توی این رابطه پررنگ باشه. از ایشون یه خبری دریافت میکنیم که میخواد که بیاد با شما یه دیداری داشته باشه که یه توضیحاتی بده در مورد وفاداریش. حالا ما میخوایم ببینیم که توی ذهن خوانی این کیس احساسی شما رو بکنیم که چه صحبت اینجا با شما داریم در می‌گذاره که شما حاضر نیستید صحبت ایشون گوش بدید و چه خطایی از ایشون فرض زده که روتون رو برگردونید و حاضر نیستین که حرفاش گوش بدید. ما الان یه کارت می‌کشیم از این که ایشون چی میخواد به شما بگه که شما حاضر نیستین گوش کنید. داره به شما میگه من اگر میبینید که به شما سردم یا فکر میکنید و اونجوری به شما توجه ندارم، به خاطر اینکه خودم غرق کارم کردم و یه موقعی واقعا فراموشت میکنم، ولی این دلیل بی‌مهری من نیست، دلیل مشغله های کاری من. شما منو یعنی دید منفی نسبت به این قضیه نداشته باش که من به توجه هستم. من غرق کارم هستم، یه سری مشکلات کاری دارم، استرس‌های کاری دارم که شاید اون لحظه‌ای که شما نیاز داشته باشی من نتونم مثلا اون نیاز احساسی شما رو پاسخ بدم. اینجا شما رو به عنوان یک خانمی نشون میده که خیلی تنها هستش و خیلی احساس تنهایی میکنه. یک کسی که یه جورایی، البته این در مورد زن و شوهرها باز فرق میکنه. مثلا اونایی که مجرد هستن با یک کیس احساسی ارتباط دارن، میگه اون خانم مجردی که الان داره صدای منو گوش میکنه و انرژیش از همه فعالتره، انرژیش از همه به اصطلاح قوی تره، داره میگه که شما مثل این که همزمان داری هندل میکنی که اون کیس متأهله و روابط جنسی هم متاسفانه با اون آقای متأهل برقرار کردی و یه جورایی عذاب وجدان داری از این مسئله. ولی در مورد خانم‌های متأهل اینجوری نیست. این حس رو در مورد طرف مقابلشون دارن، یعنی که فکر میکنن همسرشون با یک رقیب یا نفر سوم دیگه در ارتباطه و خدای نکرده یه رابطه مثلا جنسی برقرار کرده. این تفکرات شما رو داره میگه در مورد این آقا، یعنی یا همسرتون و حاضر نیستید عذرخواهیشو بپذیرید، توجیهشو بپذیرید. این در مورد کسایی که زن و شوهر هستن. ولی در مورد پارتنر بودن و کیس احساسی و عاطفی نه، اینجوری نیست. خود اون شخص، حالا یا خانم یا آقایی که داره الان صحبت‌های منو گوش میکنه، خودش همزمان داره یه رابطه دیگه یا با یه آدم متأهل هندل میکنه و رابطه
خب حالا خیلی عمیق جنسیه، ولی خب یه جوری عذاب وجدانم داره. بعد داره توضیح میده که یه خبری به گوش شما دوباره خواهد رسید در مورد یه عشق جدید، یعنی که یه عشق جدیدی وارد زندگی شما خواهد شد. حالا برای دختران مجرد میشه یه خواستگار جدید باشه، یه خواستگاری براتون میاد یا بهشون معرفی میشه. برای کسایی که مجرد هستن، یه کرش دارن، یه کس به اصطلاح مناسبی همزمان سر راهشون قرار میگیره که اینا تو معرض انتخاب قرار میگیرن که انتخاب کنن که کدوم رو برگزینن. این کسی که میخوان انتخاب بکنن، یعنی این کیس جدیده، یه قلب خیلی مهربونی داره، قلب خیلی پاکی داره، این بچه ها میمونه و صورت و اون کودک درونش خیلی فعاله و به همین دلیل به اصطلاح از به قول معروف میگن بیبی فیسه، یعنی جوانتر از سنش نشون میده. داره میگه که شما سر این مسئله یه مقدار به اصطلاح موندین که چه کار کنید که بین اینا انتخاب کنید، ولی شما یه مقدار خودتون رو سرزنش میکنید در رابطه با همون مسئله که گفتم، اون کسایی که متأهلن و اون کسایی که مجردن و رابطه با یک نفر سوم متأهل دارن. داره باز اینجا اینو میگه که این خواستگار که داره واسه شما میاد، شمایی که داری با آدم متأهل ارتباط برقرار کردی، میگه که باید اونو از زندگی خودت پاک کنی و بتونی یه انتخاب درست داشته باشی، چون به هر صورت اون طرف مقابلشون حالا یا با تحقیقات یا نشونه هایی که بهش میرسه میتونه به این مسئله پی ببره که نفر سوم هم در این رابطه وجود داره. پس اگر میخوای واقعا وارد یه رابطه جدی بشی و آینده ای رو با کسی داشته باشید، باید رابطه های دیگر رو حذف کنید، باید اون ارتباطات گذشته رو کاملا حذف کنید و پاک کنید تا بتونید دوباره با یکی وارد یک رابطه جدید بشید که بدور از هر گونه شک و بحث و جدل و این داستان نباشه. با این شخص جدید داره میگه که شما دعوت میکنه به یه رستورانی یا یه مهمانی، یه جایی که دور همیه و یه جوری احساسات قلبیشو به شما نشون میده که از شما خوشش اومده و میخواد این ارتباط رو با شما ادامه بده تا به یه آینده و یه رابطه باثباتی برسه. و این آدمی هستش که میتونه از لحاظ عاطفی به شما وابستگی شدیدی داشته باشه. خب و میگه که اگر که توی این رابطه وارد بشید و بخواید با اون به اصطلاح نفر سومی هم ادامه بدید، قلب این آدم رو به شدت میشکنید، چون دروغ‌هایی که شما به این آدم گفتید و براش رو میشه و به شدت قلبش میشکنه. حالا این در مورد کسایی که به اصطلاح متأهل هستن، حالا یا همسرشون به عللی حالا قهرن یا بینشون یه سردی افتاده، جاره میگه که اون فکری که شما در مورد همسرتون میکردین که فکر میکردین با یه نفر سومی ارتباط داره، اصلا همچی چیزی نیست. اون همسر شما به شدت از لحاظ عاطفی به شما وابسته است و اینکه چیزهایی که شما فکر میکنید در مورد همسرتون حقیقت نداره، اینا یه دروغی پیش نیست و فقط قلب ایشونو میشکنید، چون ایشون از لحاظ قلبی به شما خیلی وابستگی داره و حتی برای ثابت کردن این عشقش میاد برای شما دست گل میاره یا یه کادو یا یه هدیه برای شما میگیره تا بخواد به شما عشقش رو ثابت بکنه. حالا فرشته‌ها در این زمینه پیام هایی به شما دارن. فرشته‌ها دارن
بهتون میگن که، یعنی بهتون هشدار میدن که اونا میدونن که شما چه نگرانی هایی دارید و شما مطمئن باشید که چیزی وجود نداره. یعنی باید بهتون اطمینان خاطر میده که نفر سومی برای متأهل ها میگم و برای کسایی که زوجن، زن و شوهرن، داره میگه که مطمئن باشین که روابط دیگه یا شخص سومی یا رقیبی وجود نداره و شما این زندگی با آرامشتون رو ادامه بدین. و وقتی که ایشون اومده داره اظهار علاقه و عشق میکنه و وابسته است از لحاظ شما ایشون رو ببخشید و بذارید این آرامش دوباره به زندگی شما برگرده. ببینید این طرف حیث عاطفی شما یه مقدار داره فکر میکنه و داره یه تصمیماتی میگیره، یه سری تجربه تلخی نسبت به یه روابط گذشته داشته، یه گذشته سختی داشته که هنوز آثار زخم‌های گذشته در قلبش وجود داره و میخواد که منطقی برخورد کنه و نمیخواد احساسی برخورد کنه، که واقع بین باشه که دوباره ضربه نخوره. این در مورد کسایی که به اصطلاح رشن یا پارتنرن یا به اصطلاح همون کیس احساسی هم. داره بهتون میگه که فرشته ها الان زمان این رسیده که شما یه سری چیزها رو یاد بگیرید که احترام بذارید تو روابط نسبت به هم دیگه و اینکه بتونید روح همدیگه رو شفا بدید. یعنی شما اگر احترام بذارید به طرفتون، ایشون هم متقابلا به شما احترام خواهد گذاشت. اون پرده های احترام پاره نمیشه، خدا نکنه حرفایی زده نمیشه که بعداً پشیمونی به همراه داشته باشه. بنابراین چیزی که فرشته‌ها تاکید میکنن احترامه. اون احترام باعث میشه که اون طرف مقابل اگر هم بخواد حد که حرمت کنه، این اجازه رو به خودش نده و بتونه رفتارش رو کنترل کنه و یه جوری شما در واقع یه آموزگار هستید براش که این درس رو بهش بدید که اگر اون خطایی میکنه شما اون خطا رو تکرار نکنید. و اینکه باز فرشته دیگه ای داره به شما یه نویدی میگه، یه تبریکی میگه که واقعا اگر که این کاری که من گفتم الان در مقابل اون رفتار نادرست شما احترام رو جایگزین کنید، نتایج واقعا معجزه آسایی خواهید دید و این به نفع شما خواهد بود و این باعث میشه که این رابطه شما کامل بشه، تکمیل بشه به جای اینکه قطع بشه و این در دستان شماست. و توصیه آخر که فرشتگان میکنن اینی که میگه شما یک انسان شهودی هستید، میگه که شما اون راهنمایی‌های لازم رو از طریق بینش‌های شهودیتون دریافت میکنید. حالا کسایی که نماز میخونن یا کسایی که مدیتیشن میکنن میتونن به اون ندای درونشون گوش بدن، یا کسایی که نماز میخونن دعا کنن و از خداوند بخوان که بهشون صبر بده و بتونن که رابطه رو با اون صبوری به اصطلاح مسائل اختلافاتشون رو حل کنن و به یه آرامش و ثباتی برسن. امیدوارم که از این انرژی خوانی راضی بوده باشید. این یه انرژی خوانی کلی بود در اصطلاح عموم انرژی غالب. اگر در مورد بعضی از اشخاص صدق نکرد باید انرژی خوانی اختصاصی بگیرن. به آیدی تلگرامم که الان در این زیر پست برای شما گذاشته میشه @nirvana267 در تلگرام پیام بدید. من خوشحال میشم که خودم مستقیما با شما در ارتباط باشم
و با توجه به روز سعد و روزهای خاص وقت شما رو برای این انرژی خوانی تنظیم کنم. از لطف شما بسیار سپاسگزارم که با من همراه بودین در این ویدیو و براتون آرزوی موفقیت میکنم. امیدوارم که در پناه نور الهی و حمایت فرشتگان الهی باشید. نمسته.